سلام از کردم. آقا هر روز که میگذره رسوایی این آخوندا بیشتر میشه. حالا دیگه کار به جایی رسیده که تو جنگ و دعواهای باندی خودشون دست خودشون رو میکنن و هر بار از فساد و نکبت هم دیگه پرده برداری میکنن. مثلا یه روز جنتی لعنتی تو جمعه بازار رک وای میسته و میگه الان دزدی ها میلیاردیه، میلیارد دلاریه. یه عده‌ای در سطح‌های بالای مملکت، بعضیم در بخشه خصوصی ثروت‌های کلان مملکت را دارن میبرن به اندونزی، میبرن به امارات، میبرن به ترکیه، میبرن به اروپا. میلیاردی واحدشون میلیارد، بعضی وقتا میلیارد دلار. بعد 2 روز دیگه بچه همین جنتی که مال باند کوسه است میاد و از گلوگاه های فساد خبر میده. 7-8 تا گلوگاه اساسی ما داریم تو کشور که اینا مرکز فساده. این هم دولت کاملا شناسایی کرده. حالا چون اینجا اصحاب رسانه هستن من دیگه اسم میبرم از این موارد. به هر حال اقتصاد کشور یک اقتصاد بیماری است و این بیماری هم بیماری مزمنه. حالا نمیخوام بگیم بانک های ما عموما ورشکستن. بله، تازه اینا 1 از میلیون هم نیست. خود اکبر کوسه یه بار گفت قضیه فساد تو نظام ولایت نوک کوه یخه. یعنی شما دیگه حساب بقیه‌شو بکنید. مشتی آخونده دزد چپاولگر سال هاست افتادن رو زندگی این مردم و حالا به چاپ و کی نچاپ. سر همشونم سید علی پیزوریه که امپراتوری مالی برای خودش درست کرده. رکوردایی هم که میزنن همش تو زمینه فساد و فلاکت و بدبختی و این حرفاست. ایران در خصوص شاخص فساد در میان 167 کشور جهان رتبه 130 رو کسب کرده و پایین‌تر از روسیه و پاکستان قرار داره. به طور خلاصه توضیح بدید که چرا فساد تا این حد مشکل ساز شده و شما برای مقابله با اون چه مشکلاتی روبروتون است. خب من میتونم به شما اطمینان بدم که این رتبه بندی با انگیزه های سیاسی صورت گرفته. انگیزه های سیاسی دیگه چیه؟ پس تعامل با دنیا چی شد؟ مگه برجامو امضا نکردید؟ مگه درای دنیا به روتون باز نشده؟ خب پس دیگه کدوم انگیزه سیاسی؟ 3 ماه از برجام گذشته، برخی فکر میکنن 30 سال از برجام گذشته. فقط 3 ماه از برجام گذشته و شما ببینید در مدت این 3 ماه چه گشایش های فراوانی به وجود آمده و ایجاد شده. منظورش اینه که برای آشکار شدن آثار برجام باید 30 سال بگذره. این در واقع اون طرف سکه حرف اون کارشناس کوسه نشانه که گفته بود از 100 تا برجام دیگه هم کاری بر نمیاد. حالا حرف موشکاف چیه؟ جسد پوسیده و سر تا پا فاسد و فقط باید به گور سپرد تا این بنای کهنه و فرسوده در و داغون نشه. کاری از پیش نمیره. باید اول ریشه و ریشه این آخوندای دزد و جانی رو سوزوند تا بعد همه چی درست بشه. خداحافظ همگی.